گو الله پاک نامه فرید بلوچان شهرستان سراوان. امید کنم که الله پاک تمام واجیانا صحت و سلامت بکنه و هیچ گناه سختی و سوری مگن نده. سیم تار کردن سروز اولی کن کاری کنه پیچ بندید. پیچ نباید کلوفتین پیچ بود. اگر پیچ کلوفت بود این سوراخ شما تانک بود زمان شما بندید دار تراکنه پس اولی کن کاری کنه پیچ ها بندید. یعنی پیچ باید جوری بنده که پیچ راحت برو دیگه. پیچ فشاری ماید سر پیچ فشار بیاد ورد داره تراکنه. خب پیچ شما بس هذا آخر دیگه تنظیمی کنی تو بندید. اولی کن کاری کنی اولی کی سیم شما تیپو. خب این سیم از دانه یارید تا اندازه تاج سرود یک وجبه نباید گشتر بو وزده یک وجبه نباید گشتر بو. این سیم از هم نه کارت کنی. خب سیمش که کارت کرد یا این سیم به حالت سریر گرید ادش گید دستداری حلقه کنی این سریر ادا پیچید به حالت به حالتی پیچید تا سیم ما جک ما بو. نو پد آخر ای دوم بی که ماند که یک ذره جک که بو یک چون چاقوی زورید دور سیمی پیچید. دور سیمش که پد اپد یا ادا ته پیچی کنی. ته پیچش که کرد نو حالت چی بو غلابی ها حالت غلابی ها. نو پد ادا یارید ای پیچ ادا کشید. پیچ که شما کشید سیما از در ادا کنید به حالت. خب سیم شما رد کو پدا یارید ادا سوراخی هست پس این سوراخی رد کنید. ده سوراخ رد کنی. سوراخش رد کو پدا ده یک ذره سیما سری واپینه تو سپتی کنه که کشیتی که در مایه پدا مجدد از این سوراخ رد کنی به حالت ردی کنی پشاری ده واج واشو نوم به طرف بالا دی پیچید به حالت به طرف بالا بهتره بود. یعنی سیم شما باید ادا جوری بپیچه که ادا نیت تا اشیار قرار گرید اولی که سیم شما تیپ بود نو پده تایر گره یک کمو که ایده مکشید. خب سیم تیپ بارکترو. خب دومی سیم تمایی بنده زیلو. دومی سیم ما زیل از تیپ یک ذره گرانت یعنی یک ذره سیم زیل از تیپ کلوفترو. به چه خاطر؟ به خاطر که گوت سرود زنتره بو. خب سیم ما به حالت گشنید. سیم گشنید تابی ماما و سیما گرهنی ماما بود. اگر سیم گره مام بود سیم تاب مام بود قطعا سیم شما اسدید قطع بود. پس هیچ گونه نه تابی مام بود نه گرهنی مام بود. با احتیاطی سیم در کنه. خب سیم که شما در کو نقطه دوباره به همین حالت از هم پیچی گیره یک وجبه
از تاج یک واجه بگیشترنا بریتی بالا قاطی کنی پدا مجدد سیما به حالت توزین ده دوستم چرا ایدی گرید انگشت یاره ایده چرا نوشر دور شی پیچه حالت قلابی بود دیگه سیم اچبار ویلم نبود وقتی که حالت استاندارد پیتیم بود ایده یک کم جک کو شر چو انتهای سیما یک چاوی زوریت یک چیز کی زوره به حالت تابی دهید تا ایشی جکی برطرف بود حالا جک نه پدا مجدد